اولین خودروی جهان. در سال 1885 مهندس آلمانی کارل بنز موفق شد وسیله‌ای بسازه که مبنای تمام خودروهای امروزی شد. بنز پتنت موتور واگن، نخستین خودروی موتوردار با موتور درونسوز و سیستم انتقال قدرت مستقل. این خودرو از یک موتور 4 زمانه تک سیلندر با حجم 954 سی سی استفاده می‌کرد که حدود 75 صدم اسب بخار توان تولید می‌کرد و میتونست به سرعتی حدود 16 کیلومتر بر ساعت برسه. از نظر طراحی 3 چرخ بود، شاسی چوبی داشت و برای انتقال قدرت از زنجیر استفاده می‌کرد. سوخت این موتور ماده‌ای به نام لیگروین بود، نوعی هیدروکربن سبک که در اون زمان فقط از داروخانه‌ها تهیه می‌شد. در سال 1888 همسر او برتا بنز بدون اطلاع کارل با همین خودرو مسافت 106 کیلومتر از مانهایم تا فورتهایم طی کرد تا قابلیت عملی این اختراع را اثبات کند. این سفر نه تنها اولین تست رانندگی جهان بود، بلکه باعث شناخته شدن رسمی این فناوری شد. بنز پتنت موتور واگن تنها یک وسیله نبود، بلکه پایه‌گذار صنعت حمل و نقل مدرن شد.